اراده آزاد چیه و شرط لازم کافی برای اینکه اراده آزاد تحقق بگیره چیه؟ یا یک چیز بدیهی و بالوجدانه یا اینکه نه یک تعریف جامع و مانعی هست، همون فهم عرفی ما، کامن سنس ما، یا مسئولیت‌های دیگه هست. مسئولیت حقوقی ما داریم، ما مسئولیت فردی داریم، مسئولیت اجتماعی داریم. در واقع چی رو میخوان توجیه کنن؟ حفظ مسئولیت حقوقی در عین انتفاع و سلب مسئولیت افراد. ضرورت پرداختن به بحث اراده آزاد چیه؟ عرض دین مبتنی بر اختیاره. نه اینکه ببینیم نظر دین راجع به جبر و اختیار چیه. اصلا دین مبتنی بر اختیار نازل شده. مگه دست من و اون بوده که این جای باشیم؟ مثلا اندیشمندان معاصر ما که حالا قالب به جبرگرایی هستن میگن ما مسئله اخلاقی نداریم، اراده آزاد این معنا نداریم، ولی چی میتونیم بله پانیشمنت کنیم، مثلا کیفر بدیم، پاداش بدیم، مسائل حقوقی رو حفظ کنیم همچنان. مثلا اغلب رو میزنه